میدونستی با یه مش آلو میتونی حال خودت و اعصابتو خوب کنی؟ آخر ویدیو بهت میگم چند نکته که لواشکت کپک نزن و خوش رنگ بشه. توئه و عاشق لواشک و آلو و چیزای ترشی. اینجا رو ببین. دیگه نمیبینیش؟ فقط میتونم بگم این لواشک ترش خوشمزه دیوانه کننده است. یه جعبه آلو زرد که کاملا رسیده است. آلوها رو داخل سینک آب میریزیم و خوب میشوریمشون و نازشون هم میکشیم. بعد که خوب شسته شدن میریزیم داخل یه آبکش که آب اضافهشون بره. شما میتونید از ترکیب آلو زرد و آلو سیاه و حتی سیب و گلابی هم استفاده کنید. یه قابلمه بزرگ برمی‌داریم و آلوهامون رو داخل قابلمه میریزیم. و بعد از اون چند لیوان آب به آلوهامون اضافه میکنیم. قابلمه رو میذاریم رو شعله گاز تا خوب آلوهامون بجوشه. آلوهایی که خوب پخته شده مثل این و پوستش کنده شده میتونه داخل یک سینی بچینید و خوب خوش بشه. بقیه آلوها رو پوره سینی برمی‌داریم و یک نایلون میندازیم روش و کفش رو چرب میکنیم و پوره آلو رو روش میریزیم. من یک سینی برداشتم و کفش رو چرب کردم، نایلونم ننداختم و پوره آلو رو ریختم. مقداریم آلو روش چیدم. مهمترین نکتهش اینه که جای خوش باشه و آفتاب هم مستقیم بهش بخوره. اینو بفرست برای دوستت که عاشق لواشکه. تا فصل آلو هست سیوش کن.